نورالله نوری وزیر امور سرحدات، اقوام و قبایل در ولایت بلخ در جریان نشست با مردم زیر عنوان دفاع از نظام اسلامی اطمینان داد که اقتصاد افغانستان در حال حاضر نیرومند است و امارت اسلامی با اراده قاطع خود در بسیاری از بخش‌ها به خودکفایی دست یافته است. او افزود که افغانستان در سطح منطقه و جهان یک کشور امن به شمار می‌رود و روابط سیاسی و اقتصادی آن در حال گسترش می‌باشد. ما باور داریم که از واخان تا نمروز، از بولدک و تورخم تا حیرتان و شیرخان، سراسر افغانستان یک بلیس خاک قیمتی است از سر ما، قیمتی است از جان ما، قیمتی است از خون ما تنها به نمایندگی جان خود صحبت نمی کنیم، ما به نمایندگی نظام اسلامی، امارت اسلامی صحبت می کنیم. شما را اطمینان می دهیم. ملا نورالله نوری همچنان گفت که افغانها در طول تاریخ هرگز اجازه ندادند کسی بر سرزمینشان حاکمیت داشته باشد. او افزود اگر کسی در امور داخلی ما مداخله کند یا به فکر تجاوز بر افغانستان باشد، باید از گذشته ها عبرت بگیرد. کدام استقلال که امروز شما در دست دارین، کدام امنیت که امروز در دست ما و شما است، لله الحمد، باور کنین حکومت‌های پیشرفته فعلا هم اینقدر امنیت ندارد، اینقدر حریت و آزادی به دست ندارد. در همین حال نمایندگان مردم و بزرگان قومی وحدت کنونی افغانستان را در 45 سال گذشته به سابقه توصیف کرده و گفتند که مردم بیش از هر زمان دیگر به این نظام اعتماد دارند. آنان افزودند که رهبران امارت اسلامی از شرق و غرب نیامدند، بلکه فرزندان اصلی این سرزمینند. این بزرگان تاکید کردند که این نظام مورد قبول مردم است و کارهایی که در این مدت کوتاه انجام شده نمونه های آن در چندین قرن دیده نشده است. همچنان ولی بلخ الحاج ملا محمد یوسف وفا در این نشست سخنرانی کرده و گفته است که امارت اسلامی نظام برآمده از میان مردم است که در پرتو شریعت اسلامی به هر گونه مشوره و دیدگاه مردم با احترام می‌نگرد.